رسوایی عجیب و باور نکردنی دو هنرمند افغان. غزال عنایت چرا بار دیگر با سیتا قاسمی درگیر شده است؟ افشای حقایق و رازهای ناگفته زندگی سیتا قاسمی در ترکیه و دبی و ازدواج سیتا قاسمی با مرد عرب. من در این ویدیو پیرامون حقایق همین ماجرا خواهم پرداخت، پس در ادامه با کانال دنیا اینفو باشید. سلام و سلامتی نثار هر یک از شما همراهان خوب کانال دنیا اینفو. برای حمایت از من علامت سابسکرایب را فشار دهید تا ویدیوهای دیگر کانال دنیا اینفو را از دست ندهید. سیتا قاسمی هنرمند خوب کشور، یکی از اسطوره‌های ماندگار در هنر موسیقی افغانستان، شهرت و محبوبیت بسزایی دارد. سیتا قاسمی در هنر موسیقی افغانستان کارهای بی‌بدیل انجام داد. وی بعد از آنکه از شوهر اولش جدا شد و یک باره هنر موسیقی را انتخاب کرد و توانست آهنگ‌های فراوانی برای دوستداران و طرفداران صدایش اجرا کند. سیتا قاسمی چند مدت می شود کاملا از هنر موسیقی به دور بود و تصاویر وی در صفحات مجازی منتشر می شد که وی با مرد عرب در دبی ازدواج کرده است. ولی تاکنون جالب اینجا سیتا قاسمی نه این خبر را رد کرده است و نه هم تایید، بلکه خاموشی کامل را اختیار کرده است. سیتا قاسمی و غزال عنایت در عید قربان برنامه هنری مشترکی داشتند و آهنگ دوگانه سرودند که مورد حمایت و تشویق خوب قرار گرفت. همه در حالی است که غزال عنایت هنرمند افغانی است که همیشه در رقابت هنری با هنرمندان دیگر افغان بوده است و همیشه خواسته یکم جلوتر از بانو آریانا سعید هنرمند دلها شود. اما به تازگی دوستی این دو هنرمند بار دیگر از هم پاشید و به دشمنی مبدل شد. غزال عنایت با سیتا قاسمی به دلیل نامعلوم بار دیگر درگیر شد، ولی ما آرزوی موفقیت، کامیابی و سعادت برای تمامی هنرمندان کشور خود از بارگاه عزت الله یزال تمنا داریم و در انتظار نشر تازه ترین آهنگ‌ها از این هنرمندان خواهیم بود. عزیزان و دوستان نهایت ارجمند کانال دنیا اینفو، شما هم نظریات نیکتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. این ویدیو را با علاقه‌مندان و دوستان سیتا قاسمی و غزال عنایت به اشتراک بگذارید. اگر تا هنوز دوست کانال دنیا اینفو نشدید، پس برای دوست شدن با این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید تا ویدیوهای دیگر کانال من را از دست ندهید. تا درودی دیگر، تمام شما خوبان را به لای من سپرده موفق و کامیاب باشید.